فرماندهان اوکراین میگویند که نیروهای روسیه شام 27 ینور 77 مرتبه به منطقه پکروسک حمله کردند، ولی به سربازان اوکراینی میسر شد 65 حمله را رفع کنند. از جنگ ویرانگر روسیه در اوکراین تقریبا 3 سال میگذرد و پرزیدنت نوی آمریکا دونالد ترامپ گفته است که میخواهد هر چه زودتر جنگ در اوکراین را به پایان رساند. به گفته تحلیلگران، میل او برای ختم زود جنگ احتمال دارد کیف را مایوس کند. همکارم طاهری سفر این موضوع را بررسی کرد و قبل از برنامه از او پرسیدم ترامپ چه انتخاب‌های برای پایان دادن به جنگ دارد. دونالد ترامپ در مرحله بعدی جنگ در اوکراین نفوذ فوق‌العاده زیادی خواهد داشت، اما این نفوذش را چگونه استفاده می‌کند حالا واضح نیست. ترامپ وعده داده است که به جنگ در اوکراین دریافت کننده میلیاردها دلار کمک نظامی آمریکا زود پایان می‌دهد، اما روش معاملاتی ترامپ با دیپلماتیا بیم آن را برانگیخته است که او می‌تواند پشت سر اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به موافقه برسد. مثلا ماری دومولین دیپلمات سابق فرانسه در شورای اروپایی روابط خارجی میگوید حالا هم این نگرانی وجود دارد که ترامپ با پوتین به موافقه میرسد و سپس به اوکراین میگوید که آن را بپذیرد. در عکس حال کیف از کمک‌های آمریکا محروم میشود. استراتژی ترامپ برای پایان دادن به جنگ هنوز در حال شکلگیری است ولی به قول تحلیلگران او دو راه وسیع در پیش دارد. اولین راه با قطع کمک‌های ضروری مجبور کردن اوکراین به مذاکرات و پذیرفتن سازش صلح نامناسب برای کیف است. راه دیگر با اعمال تحریمات نو به ضد روسیه و افزودن کمک‌های نظامی به اوکراین و زیر فشار بیشتر قرار دادن روسیه است. سوال دیگر از همکارم این بود که آیا ترامپ با پوتین به توافق میرسند؟ هم پوتین و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین علامت دادند که آماده مذاکرات صلح هستند، ولی واضح نیست که دو طرف میل برای گذشت دارند یا نه. دونالد ترامپ همچنین در پی استفاده از مناسبت‌هایش با پوتین است که او را ستایش کرده و گفته است که نیت دارد با پوتین رو به رو ملاقات کند. ترامپ روز 20 ینور هنگام صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید دیگر باره رابطه شخصی خود با پوتین را در میان کشید و گفت که من با او خوب هستم، امیدوارم او یعنی پوتین میخواهد به سازش برسد. عین زمان ترامپ پوتین را تنقید کرد و این تنقید را علامت از آن میدانند که ترامپ میتواند برای رسیدن به سازش با مسکو هم از پاداش و هم از تنبیه استفاده برد. سوال سوم که از همکارم طاهری سفر پرسیدم این بود که دونالد ترامپ چی وسیله ها و یا ابزارهای سیاسی دارد که پوتین را به میز مذاکرات بیارد؟ با وجود صورت گرفتن شتاب برای گفتگوهای صلح ممکن است دونالد ترامپ روسیه را به آسانی به سر میز مذاکرات آوردن نتواند. با گفته تحلیلگران با وجود تلفات سخت ارتش روسیه در میدانهای جنگ در اوکراین، ولادیمیر پوتین باور دارد که روسیه جنگ را میبرد و از این رو انگیزه زیادی هم برای تغییر موقعش ندارد. در این صورت ممکن است دونالد ترامپ از ابزار فشار استفاده کند، یعنی با جاری کردن تحریمات سخت‌تر اقتصادی روسیه را هدف بگیرد. پیش از انجام مأموریتش حکومت جو بایدن رئیس جمهوری سابق تحریمات بسیار ضررآور برای شرکت‌های نفتی روسیه را جاری کرد که دیگر کشورهای غربی این کار را نکردند. ممکن است دونالد ترامپ به این نوع تحریمات آمریکا بیفزاید. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت که در صورت مذاکرات برای ختم جنگ تقریبا 3 ساله هم اعمال تحریمات و هم برداشتن آنها در نظر گرفته خواهد شد. مارکو روبیو افزود برای رسیدن به سازش صلح هم اوکراین و هم روسیه باید برای گذشت آماده باشند و برای رسیدن به سازش تحریمات هم میتواند یک بخش گفتگوها باشد. ترامپ همچنین میتواند به پوتین فشار بیارد که کمک‌های نظامی را به اوکراین آمریکا می‌افزاید تا وضع در جبهه‌های جنگ به نفع کیف تغییر یابد. تشکر از همکارمان طاهری سفر که دورنمای احتمالی جنگ در اوکراین را مطرح نمود.